از روز استقلال یافتن تاجیکستان 28 سال می‌گذرد. این آوان را تحلیلگران تشکل نسل می‌دانند که با بینش خود فرق می‌کند. ما جوانان وطن دوست در مجموع واژه استقلال به تاکید این قشر بزرگی که 70% تاجیکستان را تشکیل می‌کند تنها آرامی و ثبات در کشور است. کامیل 28 سال دارد و همسال استقلالیت است. او مکتب را تا صنف 9 خوانده و جای با علت بینوایی تحصیل را ادامه نداد. حالا او هر صبحش را در انتظار کارفرما شام می‌کند و استقلالیت را هم به طور خودش می‌فهمد. استقلالیت خیلی آزادی. مثلا جنگ نیست. یا مثال شاوپا میره مثال یک وای نیست. جنگ. شهری تن شهری آزاد. او هر سال شاهد تجلیل با شکوه روز استقلال تاجیکستان می شود. بر استقلال مالی یافتن خش می اندیشد. مثلا روزش می شود کار می شود ساعتم کار میکنه. روزش می شود ساعتم روزش می شود نمیشه. همجا می است مثال. زمستان در کار نیست. مقصد مشکل رفتن اومدن. کار مقصد یگان وای نیست که کار کنیم. او آرزوی داشتن ماشین و منزل شخصی و هم وظیفه خوبی را در نهادهای دولتی ندارد. میگوید مهم این است که شام برای 3 فرزند خردسالش برده نان برد. میخوام جای کاری مقصد دائمی داشته باشم که همجا نبیام دیگه. در چهار یک عصر یک نسل بزرگ می شود و آنهایی که 25 سال پیش تولد شدند مکتب میانه و بعضی ها مکتب عالی را ختم کردند. بعضی ها صاحب کسب و کار شده تا حد در جامعه مقام هم پیدا کردند. دلارام عالم و خود را جوانی خوششانس می‌داند که محض در همین ایام صاحب معلومات عالی و جای کار شده است. من در دوران استقلالیت به وای رسیدم. استقلالیت به من بسیار چیز داد. یعنی من در دوران استقلالیت طریق کوتا پرزیدنتی به این دانشگاه داخل شدم. طول 5 سال در دانشگاه خواندم. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نمودم. این جوان دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. با باور او موفقیت به دست خود انسان هست. بسیاری ها در این اندیشه هستند که وقتی که پدرش وظیفه‌دار یا مادرش وظیفه‌دار باشد بعد آن میتواند جای خود را در جامعه پیدا کند، اما اندیشه من این گونه نیست. خود من پدرم کارگری عادی، مادرم هم کارگری عادی است و من خودم کوشش کردم و با بهای اعلی خواندم، طریق کوتا پرزیدنت داخل شده، با دیپلم اعلی ختم نمودم، از همین لحاظ جای کار خود را پیدا نمودم. بعد از چند سال سرنوشت تاجیکستان به دست نسلی بعد از استقلال می‌گذرد. نسلی که بعضی ها آن را خوشبخت و جهان دیده و آینده ساز می‌خوانند و ایده نسل کم سواد و مهاجر و بی‌برار.